با سلامی دوباره از کارگوی مرکزی رادیو آزادی به شما بینندگان عزیز، شعله گلخوجه هستم. ساعتی رسوده به وقت پرگه با سرخط خبرهای روز در خدمت شما و یادتون نرود که ما همه شما رو در برنامه خبری منتظر می شویم. 3 ساعت پس در همینجا در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب. طبق خبرهای رسیده در مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از هر دو جانب تلفات جانی وجود دارد. مناقشه در جماعت اوفچی قلچه نوی باباجان غفوروف مرز با قرقیزستان شب 16 سپتامبر به عمل آمد. مقامات قرقیزستان بعد سر زدن حادثه فوراً از مرگ یک مرزبانشان خبر داده جانب تاجیکستان را در آتش‌کشی متهم کردند. اما خدمات مرزبانی تاجیکستان برعکس قرقیزستان را در سر زدن حادثه گناهکار کرد و از هیچ گونه تلفات جانی تا به حال خبر نداده است. بیشتر از این در اینترنت ویدیوهای نشر شد که مخالفانشان میگویند در مرز قرقیزستان و تاجیکستان تیرپرانی شده است و مردم به جای امن میروند. در این ویدیوها صدای تیراندازی شنیده میشود. تحولات اخیر در این منطقه داغ را ما در برنامه خبری حتما پیگیری خواهیم کرد. همزمان انتظار داریم که تا 3 ساعت دیگر از مرکز لهستان دخترش از ورشاو درباره نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا درباره وضع حقوق بشر خبر خواهیم گرفت، زیرا همکاری ما از نزدیک این نشست را که با شرکت مقامات و مخالفان تاجیک جریان دارد نظاره میکند. این نشست دیروز آغاز شد و علاقه بعضی نمایندگان حکومت تاجیکستان و هم مخالفان نظر خود را راجع به حقوق انسان و آزادی بیان در کشور گفتند. چرا کشتی بیزنس خردمیانه در تاجیکستان از شنا میماند؟ طبق اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری 13000 صاحبکار ترک پیشه کردند. هرچند مسئولان کمیته سبب قطع کاری صاحبکاران را تاب نآوردن بر رقابت ارزیابی میکنند، ولی کارشناسان میگویند این روند بازگو کننده گرانی انداز هاست. این موضوع یکی از مسئله هایی است که در برنامه امروز ما مطرح خواهیم کرد. یافتن جای کار آسان‌تر است یا شستن داغ سودی؟ یک زندانی سابق میگوید نزدیک 1 سال می شود برای یافتن شغل به در 10 کارخانه رفته است اما پاسخ رد گرفته است. طبق مشاهده ها محبوسان سابق در تاجیکستان فکر میکنند که بعد ادای جزا در پشت دیوارهای زندان می توانند زندگی بهتری شروع کنند، ولی حتی با گذشت سالها امکان نمییابند که روی خود را پیدا نمایند. درباره یکی از چنین تقدیرها ما در برنامه خبری برای شما گزارش پیشنهاد میکنیم. رئیس ادوکات ها در وظیفه‌اش ماند، وضعیت بهتر می شود. انتخاب رئیس نوی اتحادیه ادوکات های تاجیکستان که دیروز صورت گرفت پر از بحث و مناظره گذشته است و ناراضیان زیاد داشته است. برخی از وکیلان مدافع گفتند که شرایط کار در تاجیکستان مشکل شده است و آنها به یک نهاد جدی و پشتیبانی قوی نیاز دارند. در این باره نیز ما امروز گزارش خواهیم داشت با کمک همکارانمان البته و فکر میکنیم تا 3 ساعت دیگر باز موضوع دیگری در دست خواهیم داشت که تفصیلاتش رو برای شما میرسونیم و چون همیشه برنامه ما بعد از 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 1 به وقت پرگه تقدیم شما میشد. همه شما رو در برنامه منتظریم تا دیدار در ملاقات نوبتی.